خب السلام علیکم داملا جان. خب درباره 7 کسی که در سایه عرش خداوند هستند، آنها که هستند یک چیزی میگفتید. اکنون برادر عزیز 7 گروه، 7 کس نگویم، 7 گروه مردمی که خداوند در روز قیامت در سایه عرش اونها را جمع کرده است که غیر از سایه عرش دیگر سایه وجود نداره. این 7 گروه مردم پیغمبر بزرگوار در حدیث متفق علیه که بخاری و مسلم روایت کردند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. گفتن خداوند 7 گروه مردم در روز قیامت در سایه عرش یا در سایه رحمتش جمع میکنه که غیر از سایه رحمت خدا دیگر یگان سایه وجود نداره. صحرای قیامت چقدر رشد هست، یگان یعنی بگیم کوه یا یگان درخت، یگان جایی نیست که انسان سر با او پناه ببره، سر پناه داشته باشه یا اینکه او انسان سایگی کنه برای او انسان. در اون روزی که آفتاب چقدر پست است، مقدار 1 میل گفتن، مقدار 1 تیر نیزه که مغزی سری تمام مردم میجوشه و زمین قیامت مثل آهن بر این چی نوعی که آهن در آتش سرخ میکنه این چنین سرخ شده است. در اون روز خداوند 7 گروه مردم از اون عذاب قیامت، از اون یعنی دهشت و از اون مشقت قیامت خلاص کرده در سایه رحمتش در سایه عرش جمع کرده است. اینها کی هستند؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الامام العادل. یکمین گروهی که خداوند در سایه عرش اون جمع کرده است، امام پیشوای عادل است، پیشوایی که در جمعیتش، در قومش، در ملتش عدالت کرد، خدمت کرد، خیانت نکرد، از اونها استفاده نبرد، مقصدش خاص به خاطر خدا در دین خدا در خلق خدا خدمت کردن بود. این چنین پیشواره، این چنین امام خداوند در روز قیامت در سایه عرش جمع کرده است. در اصل ما وقتی تاریخ اصحاب بزرگوار میخوانیم از حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی و دیگر اصحاب بزرگوار رضی الله تعالی عنهم اجمعین، جمع اونها چقدر عدالت داشتند. محمد اقبال هم یک مقاله داره میفرماید سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فخر حیدری است. آن امامان امیری کرده اند در امیری نیز فقیری کرده اند. اصحاب بزرگوار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که حضرت دایم از گرسنگی را شکمشون یک صدای داشت. امیر المؤمنین بودند، پادشاه مسلمان، دومین خلیفه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. شکم مبارکشون میگه دایم صدای گرسنگی میبرآورد. در اصل انسان وقتی گرسنه مونه شکمش قارقار میکنه، صدا میبرآورد. وقتی میگه شکمش صدا میبرآورد، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگفتن که ای شکم تیرا انیق بدان که تا وقتی که فقرا و مساکین، کمبغل ها و نادارهای مدینه هستند تو سیری را نمیبینی. حضرت میگه وقتی هر روزه حصه خود را از بیت المال میگرفتن تا وقتی خواب کردن و یا نمیخوردن، استفاده نمیبردن. به چی خاطر؟ به خاطر که مبادا شخصیت خانه من گدایی نیاید، شخصیت نیاید از من چیزی بپرسه و در خانه من چیزی نباشه. یعنی حصه خوراکه خود را میگذاشتن تا وقتی خوابه. این چنین عدالت داشتن، این چنین در دین در خدمت کرد، یعنی خیانت نکردن که امروز تمام روی عالم از عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکایت میکنن، تعریف میکنن، وصف میکنن. به این خاطر این باید برای تمام علما، برای تمام پیشواها و بزرگای دین درس باشه که عدالت داشته باشن، فقط در فکری درآمد خود نباشن، در خلق خدا خیانت نکنن، حقیقت نپوشانن. ولا تلبسوا الحق بالباطل. رب العالمین میگه حقیقت به باطل نپوشانه، خاطر شخصیت نبینه، عدل داشته باشه. آنچه خدا برای شما امر کرده است او را باید گویه. یکمین جمله که خداوند در سایه عرش جمع کرده است، این عالم ها و پیشواها و امام های هستند که در دین اسلام در سرداری خود عدالت کردند، یعنی خیانت نکردند، خدمت کردند در اصل. و دویم شخصیت پیغمبر بزرگوار گفتن و شاب نشأ فی عبادت ربه. دویم شخصیتی که در قیامت در سایه رحمت پروردگار در سایه عرش الهی قرار میگیرد،
جوانی هست که در عبادت و بندگی خدا جوانیش نشأه نما داده است، یعنی از جوانی راه عبادت اختیار کرده است. در پیری نه. اکثر مردم ما متاسفانه امروز در پیری بعد از آن رو به عبادت به نماز میارن. مولانا یک جمله داره میفرماید در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، کی خدا را میپرستی. کودک نمیفهمی، به عقل هستی، در جوانی مستی و مغروری کنی، در پیری سست میشوی، دیگه عبادت کرده نمیتوانی، کی دیگه خدا را پرستش. به این خاطر جوانی که جوانیش در عبادت و بندگی خدا نشأه نما داد، این جوان خداوند در روز قیامت در سایه عرش یا اینکه در سایه رحمت جا کرده است. جوانی بهترین نعمت پروردگار. جوانای محترم، شخصیت هایی که امروز در حالت جوانی قرار داره، عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در خنار است. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخشد جوانی عاقبت سود. جوانی را در راه خدا ببخش که تا آخر جوانی برایت فایدت ببخش. از عبادت جوانی امروز سایه عرش الهی را از خود کن. جوانی که امروز در جوانیش راه عبادت و بندگی را اختیار کرد، این جوان خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمتش قرار میداده است. و دیگر شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش قرار میگیره، پیغمبر بزرگوار فرمودند که و رجل قلبه معلق فی المساجد، شخصیتی که دلبستگی به مسجد داشته باشه، انسانی که عبادت کردن در مسجد، حاضر شدن در مسجد، نشستن در مسجد، ذکر گفتن در مسجد، تلاوت قرآن در مسجد دوست بداره، از مسجد ناراحت نشوه. وقتی مسجد در آمد مثل پرنده در درون قفس نباشه، مثل ماهی خچه در درون آب احساس کنه. اگر انسانی که یعنی از عبادت مسجد، از دوست داشتن قدم زدن به سوی مسجد، انسانی که محبت کرد و دلبستگی کرد، و انسان خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمت جا می‌کرده. و دیگر شخصیتی که در سایه رحمت خداوند است، جناب پیامبرتان که و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه، دو دوست، دو رفیقی که به خاطر الله هم دیگر را دوست می‌دارند، به خاطر الله یک جایه یعنی گشت گرد میکنند و به خاطر الله از همدیگر جدا میشوند. چی نوع به خاطر الله با همدیگر گشت گرد میکنند؟ یعنی وقتی میبینند دوست و برادرش در عبادت و بندگی خدا از همراهی و سیر گشت میکنند، اما دید که برادرش کجروی داره، از راه عبادت دور شده است، از او یعنی قطع رابطه میکنه، از او دوستی شکنده میکنه. این دو دوستی که به خاطر خدا همدیگر را دوست میدارند، اینها را خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش، در سایه عرش جا کرده است. و دیگر شخصیتی که در سایه رحمت خداوند جا می شود، پیغمبر بزرگوار فرمودند که و رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. دیگرش انسانی که یک زن دارنده زیبا او را دعوتش میکنه که بیا به من زنا کن، بیا به سوی من نزدیکی کن، این شخصیت میگوید که من از خدا میترسم. یعنی به سوی خودش میگوید که من از خدا میترسم، باید این کار نکنم. این زنی که یعنی این جوانی که در حالت جوانیش خدا از نگاه کردن زنهای نامحرم، زنهای فاحشه، زنهای بد نگه داشت، این زنم خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمتش جا میکرده است. و دیگر شخصیت و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما ينفق یمینه. دیگر شخصیتی هست که صدقه میکنه، صدقه پنهانی، ناآشکار. پیغمبر بزرگوار هم مثال زیبا آوردن، گفتن به دست راستش میدهه، حتی دست چپش خبردار نمیشوه. یعنی ده همه اعلان نمیکنه، ده همه افشا نمیکنه، ده همه آوازه نمیکنه، مثل امروزه ها نوار نمیگیره در اینترنت پرتوه که من فلان صدقه کردم. صدقه پنهانی میکنه، فقط خدا ببینه. انما نطعمکم لوجه الله، فقط به خاطر رضاگی خدا یک کس دستگیری میکنه، طعام میده. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از کسی طلب نداره که در برابر این جوانمردی و سخاوتمندی و دستگیریش
او از منتدارگی و شکرگزاری کنه. فقط مقصد و نیتش رضای خدا است. صدقه پنهانی میکنه تا اینکه خداوند از او راضی شود، خداوند ببینه، مردم نبینن. دیدن مردم اعتبار و اهمیت نمیده. این گروه مردم هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمت، در سایه عرش جامع کرده است. و آخر شخصیتش پیغمبر بزرگوار گفتن و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. گفتن شخصیتی که در حالت تنهایی نشسته از ترس خدا یا اینکه از روی محبت و دوستی خدا از چشمای او آب دیده هاش روان می شود، یعنی از ترس خدا گریه می کند. این انسان هم در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمت خدا قرار می. حتی در روایت جناب پیامبر هر انسانی که اگر یک بار به خاطر محبت خدا، به خاطر از خوف و ترس خدا گریه کرده باشه، هرگز خداوند او را یعنی داخل دوزخ نمیگرداند، هرگز او را آتش دوزخ نمیسوزاند. این بودن 7 گروهی که خداوند اونها را در سایه عرش، در سایه رحمتش جامع کرد.